پروردگار در سوره مائده میگوید بدانید که البته عرق و قمار و بت‌ها با هر نمودش و این چنین ازلام فال بد دیدن از پلیدی‌های کار شیطان است. شما باید از این دور باشید. شیطان با این راه‌ها، با راه قمار و عرق و پرستش خداهای دیگری باطل و با راه فال می‌خواهد بین شما دشمنی برافکند و شما را از ذکر الله و از نماز باز دارد. و آیا شما بعد از این همه نصیحت بس میکنید یا نه؟ در زمان حاضر اگر ببینیم پیشتر خمر گفته فقط همون نوشابه مسکننده رو میگفتن، امروز 1001 نمود دیگر دارد. از آن همه حشیش یا آن همه گیاهایی که گیاهای مسکننده هست تا داروهایی که با اون دارو انسان نمیداند در کجا هست و چیکار کرده ایستاده است و بعضی از نمود سوزنداروهایی که برای استراحت کردن یا گفتیم برای غم را فراموش کردن، حتی انسان‌های مسلمان هم برای خود اجازه می‌دهند. و یکی از راه‌هایی که شیطان با آن انسان را کاملاً برده خود میکند و بعد از آن به کجا خواهد استفاده میکند، این خمر است یا گفتیم همان عرق یا الکل است. میدانید که وقتی که انسان مست میشود عقل کاملا پوشیده میشود و یک انسان سالم چی ها به دهانش آید میگوید، چی کارهایی که هست که حیوان هم از آن خجالت میشود، یک انسان عرق خور به آن دست میزند. دیگر میسر میباشد، میسر قمار. و قمار هم عیناً همین گونه است، مانند عرق و مانند زنا یک شهوت خودش را دارد. انسان هایی که به قمار داده می شوند دیگر آنها فراموش می کنند انسانگری را، فرزند را، زن را. دیگر شاید این بار من برنده شوم، شاید این بار هم من بازی کردم چیزی به دست آرم گویان. حتی بعضی ها ناموس خود و ناموس فرزند و دختر و زن خود را هم در قمار از دست می دهند. و عجیبش این است که سبحان الله امروز صف قماربازها زیاد شده ایستاده است. با نام بازی در یوتیوب بر اعلی پخش مستقیم آزاد میکنن یا گفتیم پریاموی افیر میکنن. یک دخترک با یک سر و لباس ملی تاجیکی برآمده مردم رو به قمار دعوت میکند. زود بلیت خرید میگوین، مردم از 400 روبل تا 1000 و چند میخرن. با میگن این لتری هست، این بازی هست. به الله قسم همون لتری که شما میگید همون قمار است، همون میسر است که الله اون رو حرام کرده است. از میلیون کس پول جمع میکنید به یک نفر یا دو نفر کمی از